امپراتوری روم در آستانه فروپاشیه. چندین شهر کاملا ویران شده و مردم محلی مجبور شدن فرار کنن. اونا به سمت مردابای نزدیک ساحل رفتن و توی چندین جزیره کوچیک پناه گرفتن. تصمیمی که بدون شک زندگیشون رو نجات داد. این تمدن کوچیک در نهایت یکی از تأثیرگذارترین شاهکارهای مهندسی که جهان تا به حال دیده رو ساخت. شهر ونیز. با وجود نداشتن جاده، زمین و آب آشامیدنی، ونیزیا موفق شدن یه باتلاق گلالود رو به قدرتمندترین و ثروتمندترین شهر زمان خودشون تبدیل کنن. این طرح منحصر به فرد از کانالای آب و پلای بین جزیره ونیز رو به طور باور نکردنی قابل دسترس کرد و به مرکز تجارت تبدیل شد. خب بریم ببینیم در زیر سطح این شهر چی قرار داره و طراحی هوشمندانه و مهندسی قرون وسطاییش به چه شکله. وقتی اولین پناهنده ها به این جزایر باتلاقی اومدن تا زندگی جدیدشون رو شروع کنن، اونا بدترین سطح داشتن تا روش ساخت و ساز انجام بدن. این جزایر کوچیک باتلاقی از خاک رس بسیار نرم درست شده بود که به سختی وزنه انسان رو تحمل می‌کرد، چه برسه به یه ساختمون یا شهر. ونیزیا برای اینکه پایه‌های پایداری رو برای ساختمان‌ها ایجاد کنن، توده‌های بزرگ چوب از جنگل‌های کرواسی جمع‌آوری کردن و شروع به فرو کردنشون تو زمین کردن. مردم چوبا رو تا عمق 5 متری توی زمین فرو کردن تا اینکه به لایه‌های سخت‌تری رسیدن. قرار دادن این چوبا در نزدیکی هم در این عمق باعث شد خاک رس فشرده بشه و آب از بینشون خارج بشه. وقتی این چوبا کاملا در کنار هم قرار گرفتن، قسمت‌های بالاییشو بریدن تا تخته‌های چوبی رو روش قرار بدن تا وزن چیزی که قرار روش ساخته بشه پخش بشه. بعدم بلوک‌های سنگی روی تخته‌های چوبی قرار گرفت تا کاملا پایه سازه‌ای که قرار روش ساخته بشه از آب فاصله بگیره. چوبای زیرین چون دور از هوا مهر و موم شده بودن، دیگه قرار نبود پوسیده بشن. تا امروز بعد از گذشت چندین قرن هنوزم اکثر پایه‌های این شهر در شرایط ایدئال هستن. بعد از اینکه پیریزی به درستی انجام شد، خود ساختمونا هم کم کم ساخته شدن. در اوایل کار ونیزیا از چوب برای ساخت خونه‌های خودشون استفاده می‌کردن، ولی بعد از آتش‌سوزی‌های متعدد آجر رو جایگزین کردن. برای اینکه ساختمونا تا حد امکان سبک باشن، نباید بیشتر از 3 طبقه ارتفاع داشته باشن. از آهک باید به جای سیمان استفاده می‌شد چون انعطاف پذیرتر بود و به ساختمون اجازه میداد تا با حرکت آهسته زمین ساختمون هم کمی خم بشه. دیوارای نما که پنجره‌های بزرگ و طرح‌های سنگی داشتن، وزن زیادی رو به ساختمون القا می‌کردن. پس برای جلوگیری از سقوطشون، اونا رو با استفاده از میله‌های آهنی به کف تمام طبقات می‌چسبوندن. این روش ساخت و ساز به خوبی برای مردم ونیز جواب داد و خیلی زود چندین جزیره باتلاقی رو به همین شکل قابل سکونت کردن. مردم ونیز به جای اینکه مثل بقیه شهرها این جزایر رو به سمت خارج گسترش بدن، به سمت داخل این کار رو انجام دادن. توی اون دوران قایق تنها راه عبور بین جزیره ها بود. اما وقتی جزیره ها رو با ساخت و ساز به هم نزدیک تر کردن، تصمیم گرفته شد به هر روشی که امکان داره اونا رو به هم متصل کنن. در کمال تعجب توی 500 سال اول هیچ پلی بین جزیره ها ساخته نشد. اما با افزایش جمعیت و تجارت باید راه آسونتری برای رسیدن به ریالتو ساخته میشد. ریالتو مرکز مالی ونیز بود. پس برای اینکه ونیز از مجموعی از جزیره ها به یه شهر تکامل یافته تبدیل بشه، مردم باید شروع به ساختن پل می‌کردن. ونیزیا توی اولین اقداماتشون یه پل چوبی ساده رو ساختن که 2 بخش بزرگ ونیز رو به هم متصل می‌کرد و دسترسی به منطقه ریالتو راحت‌تر شد. بعدها تعداد این پل‌های چوبی افزایش پیدا کرد، ولی در نهایت همگی سوختن و فرو ریختن. سرانجام این پل‌های چوبی با پل‌های سنگی قوی‌تر جایگزین شدن. برای ساخت این پل سنگی بیشتر از 12,000 الوار به کناره‌های کانال آب ریخته شد و 10,000 تن سنگ بالاش قرار گرفت. این پل تا امروز پابرجا مونده و به عنوان راه اصلی در مرکز ونیز قرار گرفته. بعد از موفقیت در ساخت اولین پل سنگی، پل‌های سنگی بعدی در جاهای مختلف شهر ساخته شد و ونیز رو به شهری فشرده تبدیل کرد که به جای جاده تماماً از کانال‌های آب و پل‌ها ساخته شده بود. توی قرن 16 ونیز تبدیل به یکی از مهمترین شهرهای دنیا شد. با افزایش کسب و کار، جمعیت هم زیاد شد و تقاضا برای آب شیرین سر به فلک کشید. با اینکه ونیز با آب محاصره شده بود، اما نمیتونست ازش استفاده کنه، چون بسیار شور و غیر قابل آشامیدن بود. بدون چشمه‌های طبیعی و رودخونه‌های آب شیرین، ونیز مجبور بود از قایق برای آوردن آب شیرین به شهر استفاده کنه. اما وقتی جمعیت به 170,000 نفر رسید، این قایق‌ها دیگه دردی رو درمون نمی‌کردن. پس مهندسای ونیزی مجبور شدن خلاقیت به خرج بدن.
اونا کارو با کندن مناطق جلوی ساختمونا شروع کردن. دیوارها رو با لایه‌های ضخیمی از خاک رس پوشوندن تا اونو ضد آب کنن. بعدش فضای باقی مونده رو با ماسه سنگ پر کردن و در نهایت سنگ رو با کاشی بازسازی کردن به طوری که آب به گوشه‌های اطراف هدایت کنه. از اینجا آب بارون به داخل زمین میرفت. به تدریج از ماسه سنگ رد میشد تا به چاه اصلی بریزه. برای حداکثر کردن مقدار آب روی سقف‌های ساختمان‌های مجاور ناودون نصب کردند تا آب بارون رو به سمت زمین و چاه مورد نظر هدایت کنند. بعد از این مهندسی خلاقانه، ونیز شبیه به یک قیف بزرگ شده بود که بیش از 600 چاه در نقاط مختلف شهر رو پر می‌کرد. مشکل آب حل شده بود، اما هنوز یه مشکل بزرگ وجود داشت: زباله. تا قبل از حل این مشکل مردم تمام زباله‌هاشون رو از پنجره به بیرون پرت می‌کردن. مقداری از این زباله‌ها تو کانال آب میریخت، اما کسایی که از کانال دور بودن زباله‌شون تو خیابون باقی میموند. پس توی قرن 16 برای حل این مشکل ونیزی‌ها شروع به ساخت شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی کردند که زباله‌ها رو از هر ساختمون جمع‌آوری می‌کرد و اونو توی کانال آب میریخت. وقتی توی جزر و مد آب پایین میرفت، زباله‌های جامد در پایین تونل جمع می‌شدن و مایعات به طور طبیعی به داخل آب سرازیر می‌شد. اما وقتی آب بالا می اومد، آب داخل تونل‌های زیرزمینی میرفت و زباله‌های جامد رو با خودش به داخل کانال میکشید. این حرکت جزر و مد که 2 بار در روز اتفاق میافتاد، آب تمیز و جایگزین آب کثیف میکرد و زباله به طور کامل از ونیز خارج میشد. آب شور به عنوان یه ضد عفونی کننده قوی عمل میکرد و به لطف این سیستم خیابونا کاملا تمیز میشد. به طور شگفت‌انگیزی تقریباً تمام مهندسی‌هایی که چندین قرن پیش در این شهر انجام شده هنوز هم در حال استفاده است. خب دوستان، این ویدیو هم به پایان رسید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال به نام سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.